اولین نقاشی مامانمه، در سن 65 6 سالگی نقاشی رو شروع کرد. در 65 6 سالگی شروع کرد. بچه‌ها ببینین مادرشون در 65 سالگی اولین نقاشی زندگیشون رو کشیدن و بعد ادامه دادن. الان خیلی حرفه‌ای دارن ادامه میدن. الان چند سالشونه؟ الان مادرم متولد 28ن. 75 سال. بله. خیلی زور زدم که برن کلاس نقاشی و حوصله نداشتن اینا، ولی الان خیلی خوشحال خودش که داره نقاشی میکنه. بزرگ نشین. آدم بزرگ که میشه ذوقش میره، شورش میره، خلاقیتش میره، فکر میکنه سن پیدا کرد. ما سنی نداریم، میتونیم تا روز آخر انسان عشق داشته باشه، همه چیز رو تجربه بکنه، فکر نکنه که در پیش روش چند سال باقی مونده.